بارخ با اجازه همگی به عزت هشم یتبارخ بیساعت شمایا شیعور امروز رو ما شروع میکنیم. شیعور لرفوات امیر خایم بن فروخ شاشم یشلح له رفواه شلما בתוך שאר כל חולי עם ישראל, همچنین لرفوات خیا فلورا بت مهرانگیز و همچنین لرفوات شلومو بن کوکب و ملکیئل بن سورایا و گوئل بن توبا و בתוך שאר כל خוلی עם اسرائیل. مرای به ربوتای، یکی از سوالهایی که توی پاراشا هستش این هستش که این سوالی که خیلی میپرسن موقعی که ترجمه فارسی تورا رو میخونن و براشون عجیبه که میبینن که یعقوب وینو کسی که بزرگترین درجه قدوشا رو داشته. ما میدونیم که یعقوب وینو تا سن 84 سالگی کاملا پاک بود و کاملا طاهر بود و در براخه های شمونا اسره که رجوع میکنه به ابراهام، اسحاق و یعقوب، سه تا براخه های اولی، براخه های اول هست ماگن ابراهام برابر با ابراهام آوینو، براخه های دوم هست مخیه همتیم برابر با اسحاق آوینو و براخه های سوم که باشه هاکل هکادوش شروع میشه عطا کادوش به شیمخا کادوش به خلا کدوشیم یهلیلو خسلا و باروخ عطا هشم هاکل هکادوش. یعنی تموم این براخا که دوشا داره راجع به قدوسیت هشم یتبارخ صحبت میکنه رجوع میکنه به کی؟ به یعقوب وینو. پس چطور میتونه کسی مثل یعقوب وینو که انقدر درجه کدوشا توش قویه که میدون گفتیم توی شمونا اسره میبینیم که کادوش هاکل هکادوش این براخا مقابل با کیه؟ با یعقوب وینو. پس چطور موقعی که راخل رو دید در تورات نوح کدوشا می نویسه که راخل رو بوسید؟ چطور در تورات نوح کدوشا می نویسه که راخل رو بوسید؟ و که این کاری نیست که معمولا کسی بکنه یه نفر دختری رو واسه اولین بار ببینه، فامیلش باشه یا فامیلش نباشه فرقی نمیکنه، ولی واسه اولین بار یه دختری رو میبینی و در همون بار اول و ایشک طوری که پاسوک می نویسه و ایشک یعقوب لراخل و ایسا قلو و یفک، یعنی یعقوب راخل رو بوسید و صداشو آورد بالا و گریه کرد. پس این گریه موضوعش چی هستش؟ 100% درش حرفی نیست که اینجا رموز کبالایی قوی هستش که میدونیم راخل، لعا اینا درجه های کبالایی هستن، یعقوب و وینو همینطور ولی به غیر از اون، یعنی میدونیم که موقع که تورا راجع به چیزی صحبت میکنه راجع به ابراهام، اسحاق، یعقوب، لاوان، هر کسی که اسمش در تورا هست این رمز داره به سفیراهای دنیاهای بالا که این چیزای عمیقی که بالاتر از فهم و درک ما هستش. بس ولی میدونیم به غیر از اون باید بفهمی به صورت ساده چطور میاد یعقوب و وینو و راخل رو میبوسه بعد اولین بار که دیده بودش. میدونید که رمبان می‌نویسه تو هلاخوت ایسوره بیعا که هست پرک خاف آلف، یعنی پرک 21 هلاخا واب می‌نویسه هم مخبک اخت من هرایوت، کسی که بغل بکنه یکی از اون زنهایی که براش آسوره شئن لیبوشل آدم نکوو، که آدم نسبت به اون ارایوت احساسی نداره، یعنی مثلا بگی مثل خالش، مثل عمش، اینایی که احساس یتسرهارا بهشون نیست. این منظور از رمبامه که میگه شئن لیبو شل آدم نکوو علیهن او شنا شکل اخد مهن، کسی که یکی از اینها رو ببوسه که گون اخوتو اگدولا، یه مثل خواهر بزرگترش و اخوت ایمو یا خالش بکه یوتسه باهن افل پیش این شام تعوا. میگه رمبام اینجا تعوا نیست، یتسرهارا نیست، کسی که خواهر بزرگترشو میبوسه ولو هنا آکلل و لذتی نیستش هر ریزه مگونه. میگه رمبام بدون درسته که یتسرهارا نیست و در نتیجه این ایسورش گناهش درجهش خیلی پایین تر میاد و برای اینکه گناه موقعی هستش که آدم هنا'a داشته باشه. هنا'a یعنی لذت،
هریزه مگونه به یوتر به داور آسورهو. میگه هارمبام باز با این حال بدون که این کار زشت و زننده ای هستش و آسورم هست. اون معسه تیپشیم هم جالبه، این یکی از جاهایی هست، چند 4-5 جا، سه جا هستش که هارمبام می نویسه معسه تیپشیم، یعنی آدمای احمق این کارو میکنن. یه جای دیگهش تو حلاخای مزوزاست که می نویسه، میگه اونایی که توی مزوزا، تو خود مزوزا نه از پشتش، میان اسم ملاخی می نویسن و اسمای مختلفی میسن، میگه این کار آسوره و این کار تیپشیمه، که داره رجوع میکنه به خخامیم اشکنازی که منظور به خخامیم مثل راشی حتی منظورش هست که راشی در کتابی هست شاگردش می‌نویسه که میاره اسم یک سری ملاخیمی که آدم توی مزوزا بنویسه و هارمبام خیلی زده این موضوع بوده و میگه به این معسه تیپشیم، میگه اینا دارن کار احمقانه‌ای میکنن. شئین که روین لاروا کلال بین گدولا بین که تناخوت میهائم لبنا و آولی بیتو. میگه هارمبام که آدم نبایستی به اروا اصلا نزدیک بشه، به کسی که براش آسوره، چه بزرگ چه کوچیک، یعنی چه دختر مثلا 5 ساله. میدونید که مطابق سفر معملوعز اینجا راخل ایمنو 5 سالش بود که ما همین هفته تو شورای قبلی گفتیم که مطابق به صدر اولام سفاریم دیگه 23 سالش بود راخل. اوکی، پس بیایم اینجا ببینیم که ولی اینجا داره هارمبام میگه فرقی نمیکنه چه 5 ساله، ما میدونیم از 3 سال به بالا دیگه آسوره. میگه پس چه 5 ساله باشه چه 23 ساله همش آسوره. که هارمبام میگه این که رویم لاروا کلال بین گدولا بین که تناخوت میهائم لبنا و آبل بیتو، به غیر از مادر به پسرش و پدر با دخترش که میتونن همدیگه رو به بوسه بدن به هم دیگه. و خین کاتب از شولخان آروخ، هم میتونن بنویسن از شولخان آروخ ایوانا ازر هم این موضوع رو میاره و از هارمبام در میارن که از این هارمبام که ما خوندیم که نگیعا که دست زدن با خیبا، از این رمبام یعنی یاد میگیریم که چه موقعی دئورایتاس، من گفتم پایینتر میاد، اگر هناآ باشه دئورایتاس، خیبا یعنی با احساس تعوا باشه، اون موقع ایسور دئورایتاس، ولی یعنی مینهتورا هستش، ولی اگر نه دربانانه کیروایی که یعنی از نزدیکی که توأم با یتزرهارا نباشه، مطابق رمبام ایسورش پایینتر میاد، یعنی گناهش میشه آسور هست ولی یعنی مجاز نیست، آسوره ولی آسورش درجه پایینتریه که گفتیم هارمبام میگه مگونه هستش، یعنی زشت و زننده است و داور آسور. نظریه هارشبا یکی از ریشونیم دیگه هستش، رشبا که بعد از رمبام بوده، اون می‌نویسه میگه هر نوع کیربا که ارایوت همشون آسور دربانان هستش، همونطوری که گفتیم مثل رمبام، یعنی میگه و میگه چرا آسوره خخامیم آسور کردن به خاطر هرگل اورا، که اگر بگی موتار خالت و خواهر بزرگتر تو عمت رو بغل بکنی ماش بکنی، طرف میاد از اونجا یاد میگیره و میره هر کسی دیگه هم شدهش ماش میکنه. درست؟ پس بیایم اینجا بفهمیم که چطور ربینو، یعنی واقعا میشه گفت درست آو، یکی از پدرای بزرگ ما که بهش میگیم بخیرش بی آبود که باشه یعقوب آوینو، چطور هم چیکاری کرد و به عزت هشم جواب شما تون میگیم. یکی از جوابها که در رمبن میاد، رمبن باشه ربینو موشه بن نخمان که میدونیم حدود 100 سال بعد از رمبان بوده و میگه اینجا که تنا بود. ربینو بخیه هم همینو مینویسه که تنا یعنی اینکه سنش خیلی پایین بود، درست؟ یعنی زیر 3 یا اینکه 3 سالش بود، زیر 3 سال بود و میگه بعد که ماستر روان هستون به یادا ولو ماستر بیدل آهگ دولا میمنا، میگه به خاطر همینه که لاوان میده گوسفنداشو دست راخل و نه لعا، به خاطر اینکه لعا
قابل ازدواج بود که تورا می‌نویسه گدولا، دختر بزرگتر. ما اینو گفتیم که مطابق پشت تورا اینا دوقلو نبودن. درسته؟ خیلی شاید شنیدین اینا دوقلو بوده، ولی تو تورا صریحا میگه که تنها این کوچیک‌تره، اون سن بزرگتره. میگه چرا نداده بود به بزرگتره؟ میگه برای اینکه بزرگتره رو میترسید لعا، میترسید یعقوب بینو که لعا رو کسی بخواد نظر بد بهش داشته باشه، میده به خاطر این به راخل که دختر کوچیک‌تریه. که میدونید بای دی ترجمه راخل رخلیم میشه یعنی گوسفند بیگناه. نه اوکی. بعد رمبن یه جواب دیگه هم میاره که مطابق این جواب خیلی شنیدنی و جالبه، میاره که مطابق ربینو ابراهام ابن عزرا موقعی که تورا بنویسه اینطوری که نوشته و یشک یعقوب لراخل، نه با لامد، ننوشته و یشک یعقوب ات راخل و یعقوب بوسید راخل، نوشته و یشک یعقوب لراخل. اما میدونیم که ابن عزرا خیلی معروف بوده، خیلی بزرگ بوده تو دیکتوک، یعنی تو گرامر عبری. میگه چرا اینجا نوشته لامد؟ میگه این لامدی که اینجا نوشته رمبن میاره از قول ابن عزرا که اومده بگه و یعنی لباساشو، نه ببخشید اونم یه پیروش دیگه است، ولی ابن عزرا میگه یعنی سرشو ماچ کرد، نه صورتشو، سرشو ماچ کرد، یا اینکه شونهشو ماچ کرد. و این پیروش هم ربینو بخیه میاره، یعنی لباساش. و اینو خیلی از مفارشیم اینطوری میگن که لباساشو ماچ کرد که و یشک یعقوب لراخل. لامدی که اینجا نوشته اومده این موضوع رو به ما یاد بده که ال روشا یعنی که سرشو، یا این که کتفا یعنی که شونهشو، یعنی لباسش باشه. و اگر اینا باشه اون موقع یعنی اصلا شیکای خیبا نبودش. خیبا یعنی گفتیم با تعوا نبودش. بیا ببینیم یک پیروش دیگه هم اینجا هست که این پیروشی هم هستش که حتما خیلی شنیدین که مطابق اینه که دستشو ماچ کرد و ایشک یعقوب لراخل، یعنی دستشو ماچ کرد. مثل خیلی ها که دست ربانی رو میگیرن ماچ میکنن. و در زمان قدیم بوده که یتسرهارا کمتر بوده که تا حتی ربانی می بودن که اجازه میدادن که زنا میخواد ازشون براخا بگیرن، دستشون رو میذاشتن مستقیما رو سر اون زن یا و غیره، که میگن این یتسرهارا دیگه در اون موقعیت نیست. پس اینجا هم همینطور که میگیم نه این دستشو ماچ کرد. ولی یه چیز دیگه که اضافه میکنه خیلی جالب، حرب شترن باخشلیتا میگه ببینید تو همین پاسوک در جا مینویسه که جواب سوالی که میگن یتسرهارا بودش اینجا خسف شالوم یعقوب و وینو، ببین یه دختر رو دیده ماچش کرد. نه، بعدش چی میگه؟ و عیسی کلو و یفک با صدای بلند گریه کرد. و چرا تورا تاکید میکنه و عیسی کلو، یعنی صداشو آورد بالا؟ چرا ننوشته و یفک گریه کرد؟ ما میدونیم پیروش داراشی دو تا پیروش میاره. یکی این که از اینی که ناراحت بود که چرا با خودش هیچی نیورده، چرا دست خالی اومده، چرا هیچی نداره بهش بده، طوری که الیعزر چقدر با خودش هدیه آوردش داد به ریفکا. ولی اینجا میگه یه پیروشش اینه. پیروش دیگه‌اش اینه که آینده رو دید که باهاش قبر نمیشه، که راخل پلوش قبر نمیشه تو مرد همخ بلا. پس و چرا باید تورا تاکید کنه که گریه کرد؟ میگه حرف شترنباخ برای اینکه کسی که با تعوا یعنی با احساس یتسرهارا یه نفر رو میبوسه، اون لحظه نمیتونه گریه بکنه، احساس گریه نداره. و اینجا مخصوصا تورا می‌نویسه صداشو آورد بالا برای اینکه کسای دیگه هم که اونجا بودن، چوپانای دیگه که اونجا بودن، ما می‌خونیم توی تورا که اومد دید چوپانا جمع شدن و میخوان از چاه آب بکشن و وایسادن منتظرن. میگه چرا بیکار وایسادید، یه کاری بکنید. اینا میگن ما منتظریم همه جمع بشیم این سنگاور داریم. بس چوپانای دیگه اونجا بودن و برای اینکه اونا این فکر نکنه این کیه، نه یه دختر گرفته همینطوری وسط خیابون ماچ میکنه، جوابش اینه که نه، با صدای بلند گریه کرد که بفهمن این یه احساس یتسرهارا اینجا نبود، که موقعی آدم یتسرهارا داره نمیاد اینطوری گریه بکنه، نمیتونه تا حتی بگیم دروغگی هم فیک بیاد گریه بکنه. و عیسی کلو و یفک با صدای بلند گریه که صداش با گریه خیلی قوی که این نشون میده که اینجا یتسرهارا نبودش. یه پیروش دیگه هم هست که این پیروش رو میشه گفت مطابق
مطابق زوار حکادوشه که خیزکونی میاره این پیروشو میاره که میگه ما میبینیم همین پاراشا موقعی که یعقوب آوینو فرار میکنه از پهلوی لاوان با همه خانوادهش، با 11 تا شباطیم که ما میدونیم هنوز بنیامین به دنیا نیومده بود، یوسف به دنیا آمده بود و 6 سالش بود اون موقع و بعد از موقعی و تورا می‌نویسه میگه بعد که فرار کرد لاوان میفته دنبالش و میگه پاسوک بلونی تشتنی لنشک لبانای بلیونوتای اتا هیسکالتو اسو، که یکی از حرفایی که میزنه لاوان به یعقوب که چرا این کارو کردی، که چرا فرار کردی، میگه چرا به من وقت ندادی که من ببوسم دخترام و پسرامو، اشتباه کردی. و میگه خیزکونی این پیروشی میاره، میگه لنشک اینجا یعنی که بهشون من هدیه بدم، دارن از دخترام نوهام دارن میرن از پهلوی من، دارن میرن یک کشور دیگه، بهشون هدیه بدم، بگادین و کلی بدم. میگه یعنی خیزکونی مینویسه اونجا که کلمه لنشک نه اینکه بیام هر کدومشون رو من ماچ بکنم، ماچ میکردی یا نمیکردی، اونا شاید نخوان تو رو ماچ بکنن، چرا قد لاوان ناراحته، میگه نه، میخواستم بهشون هدیه بدم، سوونیر با خودشون بیارن. میگه و به رعیا میاره از پاسوک توی تهلیم نشکو بر که نشک میشه همینطور هدیه دادن. میگه اینجا موقعی که میگه و ایسا که و ایشک یعقوب لراخل یعنی بهش هدیه داد. یکی بپرسه بگه از کجا هدیه داشت بهش بده، از کجا هدیه داشت که و هرچی که دستش بود چی داشت؟ ما میدونیم که الیفز اومد و هرچی داشت و نداشت از یعقوب ازش گرفت، مثلا یعقوب چی نداشت؟ جوابش اینه که موقعی که کمک کرد به چوپانها و سنگ و برداشت، این چوپانها اینقدر خوشحال بودن که هر کدوم دست کردن یه چیزی بهش دادن، یه هدیه بهش دادن، بهش متانوت دادن. پس مطابق این دلیل یعنی که بهش هدیه داد، دلیلی که گریه کرد چی بود؟ دلیلش دلیل دومیه که چرا باهاش به خاک سپرده نمیشه، که به روح القدس دید شلو تیکابر ایمو، و یا اینکه میتونیم بگیم گریه کرد که چرا به هدیه‌های بهتر بهش نداد. گفتیم راشیدو تا پیروش میاره که چرا گریه کرد، یکی اینکه چرا هدیه‌ای دست من نیست که بدم، یکی دیگه اینکه دید آینده رو که باهاش به خاک سپرده نمیشه. و میتونیم دلیل اولی هم بگیم که تا حتی اینکه بهش چیزی داد که گفتیم و ایشک یعقوب راخل مطابق پیروش خیزکونی روی پاسوک جای دیگه تو پرک لامد الف پاسوک خافخت که یعنی میشه هدیه دادن، نشکو بر از که میشه هدیه دادن، که لاوان میگه چرا من هدیه نذاشتی من هدیه بدم به دخترام و به نوهام، اینجا میشه یعنی و ایشک یعقوب یعنی بهش هدیه هایی داد، مطابق پیروش خیزکونی در میاد. و گریه کرد که چرا هدیه‌ای بهتر نداد یا اینکه چرا باش به خاک سپرده نشد، برای اینکه گفتیم هدیه‌ای اینجا الان دستش اومد بعد از اینکه کمک کرد به چوپان‌هایی که اونجا وایساده بودن، هر کدوم بهش یه چیزی داد. اوکی، بذات هاشم. پس اینجا ما پیروش‌های مختلف رو دیدیم. بیایم اینجا یک سوالی که من دیروز پرسیدم توی شیور، ولی این سوال رو نرسیدیم، وقت نشد به جوابشو بدیم، که پرسیدیم که چرا می نویسه که یعقوب آوینو از خداوند خواست که اگر خداوند به من نون بده برای خوردن و لباس بده برای پوشیدن، اون موقع هستش که من 10% میدم و هشم بسه من و هایالی هشم الوکیم، که اینو ما پیروششو گفتیم مطابق سفر سیفته کوهن، یعنی هشم به من کمک بکنه جایی که دارم میرم تحت نظارت مزالوت امت هاولام که تو خوتس لآرس داشت انان از ارس حکودش که ملاخ ناظرش نیست بلکه مستقیما تحت نظارت هشم یتبارخه، داره الان میره جایی که تحت نظارت ملاخیمه، سریم امت هاولامه، و از هشم خواست که کمکش بکنه که این الوکیم که میشه یعنی ملاخیمایی که
ممونه هستن، گماشته هستن، رو خوتلارس باهاش خوب رفتار کنن که الان داره زیر دست اونا میفته که اونا اذیتش نکنن. بس این پیروشی که دیروز گفتیم ولی از همین سفر سیفته کوهن، ولی تو همون تفیلاش چی میگه؟ میگه من هشم به من خواهش میکنم غذا بده، نون بده که بخورم، لباس که بپوشم. پرسیدیم گفتیم که خب معلومه آدم نون رو میخوره، چرا باید تورا بگه لخم لخول بگه دیلبوش؟ ما اینو میبینیم تو دواریم میگه و اوهو گر لاتت لو لخم به سیملا، پاسوکی تو سفر دواریمه که میگه و هشم دوست داره گریمو، گر یعنی کسی که اومده به یهودیت پیوسته گر شده، هشم بهش نون میده و لباس میده. نه نوشته اونجا نون میده که بخوره، لباس که بپوشه. این چیزای ابویسه، چیزای پر واضح هستش که آدم نونو میخوره لباس. چرا اینجا میگه اینطوری؟ جوابش اینه که مرای به ربوتای از چند تا جواب داریم. یکی از جواب اینه که میگه هشم که به من نون بده که من ولی سالم باشم که بتونم نون رو بخورم. ما میدونیم متاسفانه کسایی هستن که نون دارن، غذا دارن ولی تعوا ندارن، اشتها ندارن به غذای، یا اینکه یه مریضی دارن که نمیتونن این غذا رو بخورن. ما الان میبینیم اتفاقا خیلی هستش که این گلوتن فری میخورن که نون معمولی، پیتزای معمولی، نوعی معمولی که همه ما هم میخوریم نمیتونن بخورن. باید حتما غذاشون گلوتن فری باشه. پس این طرف نون داره ولی نمیتونه بخوره، میدونه تا بخوره حالش بد میشه. پس این تفیلایی که میخونه درسته که هشم نون داشته باشم، به من نون بده ولی نونی که میدی بتونم داشته و به من سالمم باشم که بتونم این نونو بخورم. ولو یلی شوم خولی شاخوله اینو میتابل لخم و زحماتو خایتو لخم بخن. یه همینطور هم لباس، میگه لباس داشته باشم که بتونم این لباس رو بپوشم برم جلوی مردم. برای که اگر فقط لباس بده به من، میتونه لباس این تو کشو باشه، تو کمد آویزون باشه، اصلا استفادهش نتونه بکنه. چرا؟ چون که همش تفلکی بایستی یه لباسایی بپوشه که تو تخت خواب باید بپوشه، خدا نکرده مریضه. بخاطر همینه که میگه که به من لباس بده که من بپوشم، بتونم بلیلبوش لیلبوش که بتونم بپوشم برم جلوی مردم. یه پیروش دیگه هم اینجا میاره سیفته کوهن، میگه که به من نون بده لخور که بتونم به کسای دیگه بدم. برای اینکه ما میدونیم یعقوب از پلوی ابراهام آوینو بود، 15 سال باهاش تورا یاد میگیره و ابراهام آوینو کولو خسد، همش مهمون نوازی بود و یعقوب این نیست که فقط برای خودش پرسید هشم من غذا بده، من لباس بده، نه، گفت اینقدر به من بده که من بتونم با خسد بکنم به کسای دیگه بدم. لخول به لیلبوش که میدای صداقا، این خصلت صداقا در وجودش بود از اونجایی که از پشت ابراهام آوینوه که یادعتی و بسه ابراهام میگه که یادعتی لمن اشر تصوت با ناوت بیتو خراب، که هشم گفت من ابراهامو دوست دارم برای اینکه یاد میده ابراهام آوینو به بچه‌هاش که همون راه رو برن، این راه خداپرستی رو فقط بسه خودش نگه نمیداره. پس 100% ابراهام یاد داده بود به یعقوب که مهمون نوازی بکنه. به شامرو در خشم لعصو صداقا و میشبات و این چیزی که یعنی میگه هشم من اینقدر بده که من بتونم که به کسای دیگه هم بدم، که کمک بکنم به کسای دیگه. و یه پیروش دیگه هم میاره، میگه الدر خلاصا، یعنی به صورت شوخی، یعنی میگه اینطوری که میشه نون به من بده که این نونو تنها نباشه، لخول که باشه چیزی بخورم، بگید که بتونم با این نون یه لباس غذای دیگه بپرسم و یا اینکه لباس به من لباسی بده که بتونم بپوشم، نه اینکه واسم خیلی بزرگ باشه نه اینکه خیلی کوچیک باشه. در واقع لباس داره که شلوار داره بعد دیگه بهش نمیخوره، چون از بس که طرف چاق شده است نمیتونه شلوارشو ببنده یا اینکه بپوشه کتشو اینا رو. پس میگه هشه به من لباس بده که این که بتونم استفادهش بکنم و نونی که با تنها نباشه، نون الان تنها نمیخوره، باش غذای دیگه هم باشه که بتونم باش بخورم. اوکی. و بیایم اینجا مشه شال زلفی میگه و چرا این تقاضا را کرد برای نون و اینا؟ باز که الیفز هر چی داشت ازش گرفت، یعنی اون غذایی هم که آذوقه راه براش مادرش درست کرده بود باش فرستاده بود، 100%
دارن میفرستنش یه مسافرت طولانی، ریفکا ایمنو حتما غذا بهش داده بود که با خودش ببره. میگه اون غذا هم ازش گرفته بود الیفز، که میدونیم کاملا یعنی فقیرش میکنه، هر چی داشت ازش میگیره. الیفز از نوه که میشده، یعنی پسر نوه ایسحاق آوینو که میشده پسر عیسی. و بیایم اینجا یه پیروش عمیق‌تر که میگه لخم لأخول، که ما میدونیم اینجا تو این پاراشا که یعقوب آوینو متن تورا رو دید، پی برد که در آینده هشم تورا رو میده به اسرائیل، که در آینده اسرائیل نائل میشن به متن تورا. که اینو طوری که نوشته میگه سولام موتساب ارسا، یعنی که سولامی که یک نبردبون دید، که این نبردبون تهش میره در اعماق زمین و سرش میرسه به آسمان ها، روشو مگی اشمایما. و بلحتوری میاره که گمتریای سولام میشه همون سینای. سولام و سینای و یخلون بین سولام ز سینای که میشه گمتریاش سینای. و همینطور گمتریای سولام بدون واو تو تورا نوشته شده، سامخ لامد مم. سامخ میشه 60، لامد میشه 30، مم میشه 40، میشه با هم دیگه 130. 130 میشه گمتریاش ز کیسه هکاود، یعنی به ز کیسه هکاود یعنی دید که کیسه هکاود رو دید، که هشم که تورا رو میده به اسرائیل، چیزی که اسرائیل دیدن موقع متن تورا. و پس اینجا اینا گفتیم که اینجا متن تورا رو دید که در آینده اسرائیل تورا رو میگیرن. پس الان داره به هشم میگه هشم یتبارک به من نون بده. نون در میشلی نام تورا هستش که تشبیه شده به نون، لخو لخمو به لخمی در میشله. و هی نشوه را کشبار خوشولای وطه، یعنی که هشم من کمک بکن که نسل من به متن تورا برسن، و همینطور هم که خود من بتونم تورا بخونم، یعنی فقط هم برای آینده تفیلا خون هم برای خودش، که منم موقعی میرم خونه لاوان انقدر مشغول نشم، مشغول کار و کاسبی که نتونم تورا بخونم. به من لخم بده لخول و بگد لیلبوش. لخم لخول یعنی که وقت داشته باشم تورا بخونم، که همینم شد که بهش کاریو میده که آدم راحت باشه تورا بخونه. به چوپانی کار سخت نیست، آدم میبره گوسفندا رو از یه جای دور و اونجا هیت بودود میکنه، میتونه تورا بخونه. میگه میدونیم شیر معلوتا تیلیما قسمتیشو داوید هم که داوید هملخ نوشته از قول یعقوب و وینوه، تا اون حد که تو توسفوت مسخت پساخیم میاره که مقدار چپترای تهیلیم 147 برابر با زندگی یعقوب آوینوه. ما میدونم ما 150 تا داریم، ولی 2 تا از چپترها هستن که اینا یکی هستن، که اینا یکی میشن. و واقعا بعد 3 تاشون هستش که اینا یکی هستن. و توسفوت گفتم اینو می‌نویسه که میگه تو تهیلیم 147 تا میزمور هست برابر با سن یعقوب آوینو، که طول عمر یعقوب آوینو. پس که میگه بتونم نون بخورم، معنی عمیق‌ترش اینه که بتونم تورا یاد بگیرم. موضوع لباس چیه؟ توی زوار حکادوش میاره که لباس آدم موقعی که آدم میاد تو گن ادن بعد از 120 سالگی از میtzvahایی که در این دنیا انجام داده درست میشه. بهش میگن خلوکا دربانان. گفته معروفیه، این اصطلاح معروفیه، خلوکا دربانان، یعنی اینکه کسایی که تورا میخوندن تو این دنیا و یا اینکه تورا رو ساپورت میکردن و کمک میکردن به ترویج تورا و یاد دادن تورا و کسایی که تورا میخونن، اونا هم تا حتی این لباس بهشون داده میشه که این بهش میگن خلوکا دربانان، و که معمولا بیشترش از میtzvahایی میادش که آدم انجام داده،
که هر چقدر میسوا رو بهتر انجام بده لباسش توی اون دنیا لباس بهتری هستش و این چیزی که میگه به من که من بتونم میتواها رو اونجا انجام بدم و باطل نشم از انجام میتواها با توی کار و کسب و از هشم این تقاضایی که کرد واقعا بهش داده شد که گفتیم چوپان شد و چوپانی کاریه که خیلی راحته و آدم میتونه فکرش و احساسش رو بذاره برای هشم، برای تورا، برای تفیلا، برای انجام میتواها و مزاحم آدم نیستش. مرای به ربوتای بیایم اینجا ما از اونجایی که بذات هشم این سه شنبه‌ای که میاد، سه شنبه هفته دیگه که هست به امید خدا روز سر سال بطعمی درست به عزت هشم 12 کیسلو میدونیم سر سال یک صدیق بزرگه که رسم خیلی معروفی هستش که کسایی که از هشم یتبارک یک تقاضایی دارن و سعودا میدن هیلو برای سر سال بطعین که میشنی دوشنبه شب به عزت هشم دوشنبه شب هفته دیگه سر سالشون هست ربی ابراهام دو معبریج و این رسم خیلی رایجه، خیلی جاهای دنیا تقریبا همه اینو دیگه الان میدونن. تو ایران باروخ هشم من میدونم که این موضوع رو خیلی بهش اهمیت میدن باروخ هشم و ندر میکنن که این سعودا رو سعودا بدن توی خونه توی کنیسا و برای ایلوی نشامای این صدیق که قول میدیم برای اینکه بچه نداشته و قول میدیم هر کسی که یادش باشه سر سالش تقاضایی بکنه و به سعودا بده و یا اینکه سفرشو بخونه. همینطور در عرض سال کسی که سفرشو بخونه هر هفته روی پاراشای هفته اونم همینطور زوخه میشه که ببینه اون خواستش برآورده شه و به عزت هشم میخوایم این مقداری هم از پاراشای هفته پاراشای وایتسه از سفر این صدیق که اسم این سفر هست بطعین از این سفر مطالعه بکنیم. ولی قبل از اون میخوایم یک چیز دیگه ما اینجا بگیم به عزت هشم مرای به ربوتای. اوکی ما شور قبلی گفتیم که تفیلای شخریت و ابرام آوینو تکانا کرده، تفیلای مینخا رو ایسقاک آوینو و تفیلای عربیتو که پاراشا این هفته میخونی و ایفکا و ماکان و یا نشام کیبا هشمش کیبا میشه یعنی هشم کاری کرد که غروب بشه و جالب کلمه کیبا توی مدراش می‌نویسه از کلمه خاموش کردن میادش با هم دیگه این دو تا رو بذاری میشه کیبا هشمش یعنی هشم شمشو خاموش کرد گوش که من میخوام الان خلوت بکنم با یعقوب و وینو. این میاره تو مدراش که هشم تاریکش دنیا رو تاریک کرد و بعد میبینیم که وایزرخلو هشمش اون زمانی که زودتر غروب شد که روز کوتاه شد هشم برگردوند یا زود شب شد الان اینو برگردوند بعدها موقع برگشت 20 خورده ای سال بعدش هشم این وایزرخلو هشمش این خورشید رو برگردوند زودتر تابید. برای ربوتایی ببینیم که چرا تفیلای عرویت که تفیلای یعقوب و وینوه تفیلای رشوته. ما اینو از قول زهر گفتیم تفیلای رشوته در حالی که تفیلای ابراهام و ایسحاق اینا تفیلای خوا هستن یعنی مجبوری هستن و تفیلای عرویت رشوته. یعنی چه رشوته؟ یعنی اینکه کسی خواست میتونه بخونه کسی خواست نمیخواد بخونه ولی الان اینو حتما باید بدونید که الان این تفیلا رو همه رو خودشون قبول کردن به عنوان خوا ولی تأثیرش مونده تو چه موضوعی که مثلا زنها خانمها که تفیلا میخونن شخریت و مینخا میخونن ولی مثلا عربیت نمیخونن. عربیتو برای اینکه تفیلای رشوته مینهاگشون نیست که بخونن تفیلای شخریت و مینخا میخونن یا مکبید نیستن یا اینکه تفیلای شخریت و مینخا خزارا داره لخشش خزان با صدای بلند برای بار دوم میخونه ولی تفیلای عرویت خزارا نداره پس یعنی تأثیرش مونده توی این جزئیات حلاخه‌ای که الان گفتیم.
بعد ربی لوی ایسخاک شنرسون تو کتابش لیکوته لوی ایسخاک جالبه که مقایسه میکنه تفیلین، یا ما دو تا تفیلین داریم، تفیلین راشی و تفیلین رب نوتام. تفیلین راشی رو این تفیلینی که همه میبندیم، همه مردا موظف هستن که هر روز تفیلین راشی ببندن. موقع تفیلای شخریت با تفیلای راشی تفیلا را میخونیم. یه تفیلین دیگه هست به اسم تفیلین رب نوتام. فرقش چیه؟ که روش اولا براخا گفته نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همون پاراشایی که تو همون نوشته همونه که تو راشیه، شما اسرائیل و هایا این شاموه کدشلی و هایا کی بی اخا، همون پاراشا هست. ولی فرقش اینه که ترتیبش فرق میکنه. یعنی تو نوشتن سرش یا دستش ترتیبی که نوشته شده فرق میکنه بین تفیلین راشی و رب نوتام. و تفیلین رب نوتام تو شولخان آروخ تو هلاخا میگه کسی که به خدا ترسه ببنده، یعنی مجبور نیست کسی به همه ببندن. معمولا مینهاگ سفارادی این هست که بعد از ازدواج کردن شروع میکنن به بستن رب نوتام. اگر کسی خواست قبلش هم ببنده اوکیه. اینم مینهاگ کسای خباد هستش. مینهاگای دیگه هست که موقع که از همون موقعی که راشی میبندن رب نوتام هم میبندن. ولی گفتم این خوبا نیست، رب نوتام مجبوری نیست. بعضیا مثلا با رب نوتام مینخا میخونن. ولی حالا بیایم ببینیم که این تفیله ها چطوری، که ربی لوی ایسخاک میگه این تفیلین ها که تفیلین راشی و رب نوتام، گفتیم راشی اسمش کی بوده؟ ربی شلومو ایسخاکی، درسته؟ و خواست مثل تفیلای مینخا. تو تفیلای مینخا کسی مخلوقت نمیکنه که آیا باید بخونی یا نخونی، درش حرفی نیست که بایست همه باید بخونن تفیلای مینخا رو. و این برابر با تفیلای مینخاس راشی که مثل مینخا یعنی خواست. ولی تفیلین رب نوتام که اینطوری اسمش معروف شده، رب نوتام، که اسمش کی بوده؟ رب نوتام اسمش بوده ربینو یعقوب بن مئیر، میشده نوه راشی، نوش بوده از دخترش. میدونیم که راشی فقط 3 دختر داشته و یکی از این دخترها یعنی همشون واقعا هم شوهراشون هم بچه‌هاشون بعل توسط بودن، آدمای خارق العاده، تلمید خاخامیم بزرگ. و نوش از طرف یکی از داماداش که اسمش بوده مئیر، اسمش بوده یعقوب، و که میشه یعنی ربنو یعقوب بن مئیر، و لقبش شده تام، رب نوتام، برای اینکه این لقب یعقوب وینوه. پس رب نوتام مثل تفیلای ارویته، درست؟ همونطوری که گفتیم یعقوب ایش تام هستش و این رابطه یعنی تفیلای ارویت مثل تفیلین رب نوتام، یعنی که برعکس تفیلین رب نوتام مثل تفیلای ارویت هستش که اینا با هم که مقایسه شدن، که گفتیم که خوواگ مورا نیست، و در حالی که من گفتم در زمان ما الان تفیلای ارویت خوواگ مورا هستش. تفیلای ارویت رو همه ما قبول کردیم که این تفیلا رو بخونیم و فقط گفتم تو این جنبه های هلاخایی که قبلا گفتم واسه زنها یا اینکه خزارا نداره، تو اون قسمت ها فرق میکنه. بیام حالا ببینیم چه تفیلای مقابله با راخل ایمنوه. راخل ایمنو میاره در سفاریم، اینو برکه یوسف می-نویسه. برکه یوسف که یعنی باشه خیدا، می-نویسه تفیلای موصاف روش خودش و تکانای راخل ایمنو هستش. و اینو ما در راشتوت راشه خداشیم لعمخا ناتتا میبینیم. راشه خداشیم لعمخا ناتتا که اول تفیلای موصافه، اول تفیلای موصاف اینطوری شروع میشه که میشه راشتوت راخل. و گفتم تو کتاب بیرکه یوسف که باشه خیدا اینو می‌نویسه صریحاً موصاف شد روش خودش راخل ایمنو تکنو میگه راخل ایمنو تکاناشه کرده و میاره میگه اولش هم ببینید هست و میشه به اینم اضافه کرد که
که روش خودشا ما میدونیم جشن زنها هستش که روش خودش رو نگه میدارن، بیشتر از مردها لباس نمیشورن، کار استری کارا رو نمیکنن و این بیشتر میبینیم اینجا توی این موضوع که روش خودش تفیلای راخل ایمنو هستش، اینجا میبینیم که با هم دیگه رابطه داره و تفیلای موساف شباتو که شبات ها میخونیم برابر با یوسفه. موساف مثلا ببینید کلمه موساف با کلمه یوسف یه فرق کوچیکی دارن که این ممه اونم یوده و همگی ما بلدیم آردی میدونیم سیستمی هست به اسم اتبش، یعنی حرف اول الف ب با حرف آخر با هم دیگه جور میشن و اینا با هم دیگه عوض میشن. اتبش گردک همینطور یکی از اول یکی از آخر، بعد میرسه به آخرش میشه یود مم یم کل، این آخرشه. یکی مونده به آخرش چیه؟ یود و مم. یود و مم با هم دیگه عوض میشن. پس موقعی که مم موساف رو شما عوض بکنید تو اتبش با یود میشه یوسف. مثلا اسم و این کس میبینیم که این تفیلای موساف شبات ربط مستقیم داره با یوسف. میاد ربی لوی ایצחק شنرسون اضافه میکنه، میگه شما ببینید فرق بین یوسف و موساف سیه. یود میشه 10 مم میشه 40 میشه سی. میگه سی این سال سن یوسف هست موقعی که میاد جلوی پرو، یعنی ملک مصرعیم میشه. یعنی میبینیم عدد سی ربط قوی داره با یوسف که در تورا می‌نویسه به یوسف بن شلوشیم شانا به عمدو لیفنی پرو ملک مصرعیم، که این سی که یعنی اضافه هستش توی موساف به اسم یوسف، باز که اون موقع بزرگ میشه، اون موقع میرسه به مقام پادشاهی که اون موقع یوسف میشه موساف. سی بهش اضافه بکنید میشه موساف که این گفتیم هستش تفیلای موسافی که اینی شبات ها میخونیم.